خب وقتی این مشکلی که واقع میشه و اجتهاد رومات سبب از این میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار غضبناک میشه، الله متعال این آیت قرآن بعد از غزوه احد نازل میکنه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم فبما رحمت من الله لنت لهم، یعنی به اساس رحمت الله سبحانه و تعالی بر از اینا بسیار نرم شدیم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار خوی نرم داشت، اعصاب خراب نمیشد، تندی نمیکرد، دشنام نمیداد و زود عصبانی نمیشد و حتی بسیاری وقتا اگر از کسی اشتباه را میدید میگفت کومهایش به اندازه سرخ میشد که صحابه میگفت ما میفهمیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار غضبناک است. از این خاطر الله متعال برش میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم این رحمت الله هست که تو بسیار بر از اینا نرم شدی، ولو کنت فظا، اگر تو تندخو می بودی، غلیظ القلب، یا سنگ دل می بودی، قلب سخت می داشتی، لانفضوا من حولک، این مردم از اطراف تو می رفتن. پس وقتی تو نرم خوی هستی، قلب بسیار مهربان داری، زبان بسیار شیرین داری و تند نیستی، به این اساس این کلش چی است؟ این آثار رحمت الله هست بالای تو. پس اگر الله متعال سر کس رحمت کرده باشه، این بسیار نرم خوی می باشن و تند خوی نمی باشن و سنگ دل نمی باشن و الفاظ زشت و غلط از زبانش خارج نمیشه. و این صفات بسیار عالی را رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت و الله متعال میگه که اگر این صفات نمی داشتی به اساس رحمت الله، لانفضوا من حولک، باز این مردم از اطراف تو میرفتن. حالا این مشکلی که پیدا شده با این خوی عالی که خلق عظیم است که تو داری، فاعف عنهم، یعنی کسایی که اشتباه کردن یا در اجتهاد خود غلطی کردن، هر چیزی که شما فکر میکنین، پس اینا را عفو بکن. الله متعال اینا را میگه که عفو بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا اعلان میکردن که من شما را عفو کردم و برای شما غضبناک نیستم. الله متعال برش اکتفا آیا کافی هست که عفوشان بکنی؟ الله میگه نه، بازی که عفو کردی کار دومی را هم بکن. اون چی هست؟ واستغفر لهم، آل برشان مغفرت هم بخوا. اینا خو اصحاب تو هستن، اینا خو مجاهدین اسلام هستن، اینا خو پیش الله بسیار عزت دارن. یک کسی که در بخاطر الله هجرت میکنه و جهاد میکنه و آماده میشه که خون خدا بریزانه به خاطر دین الله، این خو پیش الله بسیار عزت دارن. مثل که ما شما در آیات قبلی خواندیم که گفت و انتم الاعلون، شما بسیار عالی مقام هستین. الله متعال میگه که اینا خو مردم خوب بودن، مردم دیندار بودن و مردم بودن که به خاطر دین الله اینا مبارزه میکردن و حرکت میکردن، مهاجرین و مجاهدین بودن و انصار بودن. اینا خو چی هستن؟ اینا کسایی هستن که پیش الله رتبهشان بلند است. پس اینا رو اول عفو بکن، باز واستغفر لهم، بر از اینا از الله مغفرت بخوای. این دوم کاری که کردی این هم اکتفا میکن. الله میگه نه و شاورهم فی الامر، سومی کارم بکن که باز امرای زنا در امور مشوره بکن. چون قبلا رسول الله صلی الله علیه و سلم امرای زنا مشوره کرد که ما و شما براییم در مقابل مشرکین یا در داخل مدینه منوره باشیم. مشوره اینا هم بود که باید ما بیرون بریم در احد با دشمنای اسلام، در اونجا باید جهاد بکنیم. پس الله متعال برش میگه که باز آله که هست هم عفش میکنیم و هم برشان مغفرت میخواییم و هم در امور امرایشان مشوره میکنیم. ببینیم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش الله چقدر عزت داشتن که با وجود از اینکه اجتهاد خطا کردن، با وجود از اینکه مثلا از امر امیر مخالفت کردن، لکن چون اینا مردمای با عزت بودن، قلب پاک داشتن و از الله، از قلب از اونا و از ایمان از اونا و از تقوی از اونا با خبر بود، از این خاطر الله متعال پس بر از اینا دمی مشکلات پس حلش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بر اینا عفو و طلب مغفرت و مشورت، سه کار باید بندایشان بکنی. فاذا عزمت، وقتی که عزم کردی در یک کار، فتوکل علی الله، اینجا بر الله متعال توکل بکن. ان الله یحب المتوکلین،
یقینا که الله سبحانه و تعالی کسایی که توکل میکنن به الله توکل میکنن و توکل کار قلبی هست. انسان با دست خود کار میکنه، با چشم خود کار میکنه، با زبان خود زحمت میکشه و کار میکنه، ولی در قلب توکل میکنه. و الله متعال کسایی که به الله صادقانه توکل میکنه دوست داره. یعنی همیشه انسان در اسباب مادی دنیا کار میکنه، لکن دیگه مسائل دیگهش از به الله توکل میکنه. هر چیز که از جانب الله هست، اگر نیکی هست، اگر مصیبت هست، اگر زیادت هست، اگر کمی هست، اگر غذای خوب است یا اگر نفقه انسان مثلا اقتصادش قوی هست یا ضعیف است، این کلش به اساس حکمت الهی هست. انسان در عالم اسباب زحمت خدا میکشه، اضافهش به الله میمانه و به الله توکل میکنه و الله متعال مشکل رفع میکنه، چرا الله متوکلین دوست داره. این یسرکم الله فلا غالب لکم، اگر الله شما را نصرت و پیروزی نصیب بکنه، باز هیچ کسی بالای شما غلبه کرده نمیتونه. و این یخذلکم، اگر الله شما را ذلیل بسازه، فمن ذا الذی ینصرکم، پس کی میتونه که شما را نصرت بکنه من بعده بعد الله. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ببینید چقدر توکل به الله، توکل قلبی مهم است. باز الله میگه و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باز باید مؤمنان توکل به الله بکنن. در آیت 161 سوره آل عمران 18مین مشکل بیان میشه، مشکل شک در تقسیم و غل و غش در چی؟ در اموال غنیمت است. و ما کان لنبی ان یغل، این آیت شریف است. این اصلا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که نزلت فی قطیفه حمراء. این آیت شریف میگه درباره یک قطیفه سرخ نازل شد. یک چادر سرخ یا قطیفه میگن، همین یک قطیفه یا یک چادر، یک پارچه تکی سرخ بود. میگه این چی شده بود؟ این پارچه سرخ، میگه همین چادر سرخ، میگه این فقدت یوم بدر، این در غنیمت ها بود، در غزوه بدر از بین غنیمت ها همین چادر سرخ گم شد. این گم شد. فقال بعض الناس، بعضی از مردم ایتو گفتن لعل رسول الله اخذها، شاید که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین چادر را گرفته باشه. ببین حوصله رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی کنین و محبت الله با رسولش و با صداقت و رسوایی منافقین شما سعی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که این آیت وقتی در این چادر سرخ نازل شد که این گم شد این چادر، و بعضی مردم گفتن شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم میره گرفته باشه. از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت میکنن. اینا سعی کنید در رهبریت اسلام وقتی که انسان بود منتظر این پای منافقین باشه، ولیکن ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله از مؤمنین واقعی دفاع میکنه. خب حالا چی کردن؟ فاکثر فی ذلک، بسیار دیگه گفتن والا چادر گم شده، این چادر کی گرفتن؟ حتما رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن. و باز عبدالله بن عباس میگه قال انهم المنافقون، میگه یا منافقون بودن که اینا چی کردن؟ اتهم المنافقون رسول الله صلی الله علیه و سلم بشیء فقده، میگه این منافقین بودن که از موقع همیشه استفاده میکردن، در صف مسلمانان خود داخل کرده بودن و میخواستن که هر قسم که شد به رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ضربه بزنن. این خطرناک است. میگه یا متهم کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم و می چیزی که گم شده. فانزل الله تعالی، میگه الله متعال دفاع میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم و این آیت نازل میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لنبی ان یغل، بر نبی شایسته نیست که غلطی بکنن یا خیانت بکنن در اموال غنیمت. و من یغلل، و هر کسی که خیانت میکنن در مال غنیمت، یأتی بما غل یوم القیامه، در روز قیامت آن چیزی که خیانت کرده به امرای از او در روز قیامت میآید. اگر شتر دوزی کرده باشه، خیانت کرده باشه، شتر در شانه یزید از پشتش بار است، در روز قیامت همین قسمه. اگر گوسفند باشه گوسفند، و اگر کدام مرغ دوزی کرده باشه مرغ، و هر چیز. این حالا وقتی که این قدر جزای کلان داره، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله یعنی در این مسئله که از مال غنیمت بدون اجازه بگیره این کارا نمیکنه؟
این یک خیانت است. ثم توفا کل نفس ما کسبت، باز روز قیامت برای هر کسی به اندازه آن چیزی که عمل کرده کاملا یا پاداشش یا جزایش داده میشه و هم لا یظلمون و بالای از اینا ظلم نمیشه. پس اینجا یک مشکل اساسی را الله متعال بر ما و شما بیان کرد که اون مشکل چی است؟ مشکل منافقین هست که در این مسائل بین مسلمان ها جنجال میپرته و همچنان برای مسلمان ها یک درس داد که متوجه باشین از خطر منافقین، که منافقین در هر وقت کوشش میکنه به شکل از اشکال که رهبریت جهاد، رهبر مجاهدین، مسلمان ها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خلیفه مسلمان ها، مجاهدین اسلام، اینا چی کنن؟ نامبد بکنن و بر سر از اونا تهمت های عجیب و غریب بکنن. این منافقین حتی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم که وحی نازل میشد و منافقین خبیث میفهمیدن که ما را الله رسوا میکنه، ولی با وجود از این هم چال و فریب و مکر و منافقت خودن میکردن. لکن الله متعال از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع کرد و اینا را رسوا ساخت. بحث دوم ما و شما نتایج ایمان و ثابت قدمی و برعکس آن، یعنی وقتی این سوره مبارکه امی ثابت قدمی رو میگه که شما باید مسلمان ها در منهجی که در سوره بقره برای شما گفته شد، منهج نظام اسلام، شما در این ثابت قدم باشین. کسایی که در این منهج ثابت قدم هستن اینا چی نتیجه میگیرن و کسایی که برعکس از اون کفر اختیار میکنن و بیدینی رو اختیار میکنن. اول میم سر نتایج ایمان و ثابت قدمی. این آیات بعدی، آیات 162، این چی رو بیان میکنن؟ نتیجه ایمان و ثابت قدمی. اول نتیجه چی است؟ رضایت الله است. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله. آیا کسی که این متابعت از رضایت الله میکنه این مساوی هست با کسی که برگشته به غضب الله و مأواه جهنم، جایگاهش جهنم است و بئس المصیر، بد جای است دوزخ؟ پس این کسی که متابعت از رضوان الله میکنه این رتبهش بسیار زیاد است. درجه دوم نتیجه چی است؟ الله متعال میگه بر از اینا درجات بسیار زیاد است. هم درجات عند الله، بر از اینا درجه های بسیار زیادی به نزد الله است. یعنی همین قسم که مقام های جنت همت بالا هست و مثلا همت بالا شده میره، به می اندازه الله بر از اینا همت جنت میته تا به آخرین جنت که جنت فردوس است. الله نصیبشان میکنن درجه والله بصیر بما یعملون. سومی چیزی که انسان های ثابت قدم و مؤمن حاصل میکنن این تزکیه، علم و حکمت است. الله متعال برشان چی میده؟ هم اینا را پاک میسازه و هم برشان علم میده و هم حکمت. لقد من الله علی المؤمنین، یقینا که الله سبحانه و تعالی منت نموده برای مؤمنان، اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، وقتی که برای نظام بین اینا مبعوث کرده پیغمبری از خودشان، یتلو علیهم آیاته، این پیغمبر تلاوت میکنه بالای از اینا آیات الله را، و یزکیهم، و اینا را تزکیه میکنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و بر از اینا قرآن و سنت تعلیم میده، و این کان من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه اینا قبل از این در گمراهی آشکار بودن. چهارمی دانستن علت مصیبت است که الله متعال برشان نشان میده که چه قسم مصیبت است و علت از این مصیبت چی هست. سر شما چرا مصیبت میه؟ اولا ما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها، میگه اگر بر شما مصیبت رسید در غزوه احد، قد اصبتم مثلیها، شما برای این دشمنای الله دو چند از این در غزوه بدر برای از اینا مصیبت رساندید. اگر امروز بر شما زخمی یا مثلا یک تعدادتان به شهادت رسیدن در غزوه بدر، بس چقدر از اینا کشته شدن و مردار شدن و چقدرشان اسیر شدن و چقدر اینا نابود شدن. اینا قلتم ان هذا، گفتین که از کجاست این؟ قل هو من عند انفسکم، شما گفتین که این از کجا شد؟ بگو که از نفسهای خودتان شده. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدرتمند است. وقتی که سرتان مصیبت میاد بفهمید که خودتان کدام اشتباهی دارین، کدام نافرمانی دارین که به اینی مصیبت بالای شما آمده. پنجم دانستن روبرویی به اذن و اجازه الله است.
اینا وقتی که انسان که دشمنا روبرو میشه، آیا این مقدر نیست؟ از طرف الله نیست؟ اجازه الله و امر الله نیست؟ الله متعال میگه و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، وقتی که بر شما رسید در روزی که دو گروه با هم روبرو شدن، یعنی هر چیزی که بر شما رسید، اگر سختی بود، مصیبت بود، مشکل بود، فباذن الله، و ای به اذن الله بود. خب الله متعال این مصیبت چرا بالای مسلمان ها آورد؟ چرا مثلا مسلمان ها شکست خورد؟ الله متعال میگه به این حکمت است. یا الله حکمت از چی است؟ گفت الله متعال ولیعلم المؤمنین، تا که مؤمنا اینا بدانن و بشناسن که مشکل در کجا هست، تا ای که معلوم شوه مؤمنا. الله متعال این مصیبت وقتی که آورد، در مصیبت چی میشه؟ انسانهای مؤمنای واقعی و مؤمنای کسایی که دروغ ادعا میکنن اینا معلوم میشن، و معلوم نمودن و شناختن منافقین. اول او سختی و شکست برای مسلمانان به حکمت الله داده شد، به خاطر از اینکه مؤمنای واقعی معلوم شود، کلگی بشناسن که این ماشاءالله اینی مؤمنای واقعی هستن که در وقت مصیبت و سختی استادگی کردن. و همچنان ششمش چی است؟ معلوم نمودن و شناختن منافقین. یعنی شکست ها به خاطر چی هست؟ که اگر هیچ شکست نباشه، همیش مسلمان ها پیروز شود و همیش غنیمت باشه و همیش خوبی ها باشه، حتی منافقین هم من ادعای اسلام میکنن و دینداری میکنن و خدا بسیار تا در صف اول قرار میدن، لکن در وقت سختی ها و مشکلات و شکست و بندیخانه و بمبارد و مشکلات دارن، باز اینجا منافقین خدا میکشن، باز شناخته کلگی اینا را الله میشناسه، باز کلگی اینا را میشناسه که والله منافق است. ولی یعلم الذین نافقوا، و تا ای که معلوم بکنه الله کسانی را که اینا منافق هستند. و قیل لهم، گفته شد برشان تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، برشان گفتن که بیاین برای منافقین بیاین قتال جهاد بکنین در راه الله. ببینین منافقین از جهاد فرار میکنن، و منافقین امروز نه تنها از جهاد فرار میکنن بلکه به ضد جهاد تبلیغ میکنن. وقتی که برای منافقین در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشد که بیاین قتال بکنین فی سبیل الله، او ادفعوا، یا حداقل دفاع بکنین، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، گفت اگر ما میفهمیدیم که جنگ میشد خب باز ما میآمدیم. ما گفتیم نه نخواد جنگ شود. هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، الله میگه در این روز اینا نسبت به ایمان به کفر بسیار نزدیک بودن. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، اینا در زبان خود چیزی نمیگن که او در قلبهایشان نیست. والله اعلم بما یکتمون، الله میدونه آن چیزی را که اینا کتمان میکنن. اینا چی میگفتن؟ آن چیزی که پت میکردن، الذین قالوا لاخوانهم، این کسای منافقی که برای برادرای خود گفتن، و قعدوا، در حالی که خودشان در خانه شیشته بودن، خدا پت کرده بودن، میگفتن لو اطاعونا، اگر این مسلمان ها از ما اطاعت میکردن، مشوره ما را میگرفتن، ما قتلوا، اینا کشته نمیشدن. اینا باز منافقین تبلیغ میکنن. یا چرا کشته شدن؟ نه ما را قبول نکرد، ما برشون نگفتیم که نکنید نمیگه پارن، نرین دمی جنگ، نکنید. اینا قل بگو برشان رسول الله صلی الله علیه و سلم فدروا عن انفسکم الموت، اقدر که شما هوشیار هستین از خود مرگ مانع شوین. در خانه‌تان مرگ پشتان نمیگین کندم صادقین، اگر راست میگین. اگر شما اقدر هوشیار هستین و راست میگین، پس وقتی که در خودتان مرگ میاد، در بین خانه‌تان، در بین بستریتان مرگ میاد و میمرید، خیلی او رو دفع بکنین. هفتم، زندگی حقیقی هست که الله نصیب میکنه برای چی؟ برای کسایی که مؤمن واقعی هست، مجاهد واقعی هست و واقعا استقامت میکنه. الله متعال میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، شما حساب نکنین کسایی را، گمان نکنین کسایی را که اینا کشته میشن فی سبیل الله، در راه الله، اینا را حساب نکنین در جمله مرده ها، بل احیاء، بلکه اینا زنده هستن. در کجا زنده هستن و در کجا رزق میخوان؟ بل احیاء، زنده هستن، عند ربهم یرزقون، در پیش ربشان در جنت الله رزق بر از اینا داده میشه. هشتم برشان چی است؟ بشارت به نعمت و فضیلت است. فریحین، بسیار خوشحال می باشند، به ما آتاهم الله، با آنچه که الله برشان داده من فضلی هست، فضلش، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و اینا بشارت داده میشن به کسانی که هنوز بعد از اینا بشارت داده میشه به خاطر کسانی که هنوز با آنان ملحق نشده اند.
الله خوف علیهم که بالای از اینا خوف هم نیست، ولا هم یحزنون، اونا جگرخون نباشن. یستبشرون، اینا بشارت داده میشن به نعمت من الله، و نعمت از جانب الله، و فضل و فضیلت از جانب الله، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، الله ضایع نمیکنه اجر مؤمنان را. نهم اجر عظیم است الذین استجابوا لله و الرسول، کسایی که استجابت کردن به حکم الله و حکم رسولش من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه برشان زخمی شدن. یک امتحان دیگه سر از این آمد. امتحان دیگه چی آمد؟ که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا گفت که ما و شما باز بخیزیم برایم. بعد از احد اینا همون کسایی که زخمی شده بودن و در احد اشتراک کرده بودن، بر از اینا حکم شد که امینا برای این امتحان دیگه است که شما برین در منطقه حمراء الاسد، اونجا برین دشمنا جمع شدن که از اینا جهاد بکنین. بعد از این الله متعال میگه کسایی که استجابت کردن حکم الله را و رسول، در حال که زخمی بودن، سختی ها را دیده بودن، مشکلات دیده بودن، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه برشان زخم ها رسیده بودن، للذین احسنوا منهم، برای کسایی که احسان کردن از ایشان، و اتقوا و تقوا کردن، اجر عظیم بر از اینا داده شد. دهم زیادت ایمان است. الذین قال لهم الناس ان الناس، سکن نتیجه دیگر که ایمان از اینا را الله زیاد میکنه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کسایی بودن این مؤمنا که وقت مردم گفتن که اون کافرها به خاطر شما جمع شدن، میخوان که شما را از بین ببرن، فخشوهم، از اینا بترسین، فزادهم ایمانا، الله برشان ایمانشان زیاد کرد، یعنی آمدن از اینا در ایمان از اینا زیادت کرد. و قالوا، و گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، کافیست بر ما الله و بهترین سرپرست ما الله است. 11 این نقطه چی بود؟ رضایت الله بود. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، پس اینا برگشتن به نعمت الله و فضل الله. لم یمسسهم سوء، بر از اینا بدی نامد، و اتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظیم، و اینا مطابقت از رضایت الله کردن و الله صاحب فضیلت عظیم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.